سلام باز امروز دوباره اومدیم بریم ترید کنیم بعد از مدت ها. این دفعه خیلی آیتم هم بهتر. اصلا خودت از طبقه پایینم تازه بکن چیش میده. طبقه اولم فکر کن چیه. طبقه اول که چیز ساده ای نیستش. یه دونه 6 میل دارم، پاسوفیش 3 میل، یه دونه لوسترادریتوس که 5 و 6. چه من درست بیتون میکنم کلی اینا کل با یه دونه گاو دارم که لوکا لپر نمیبره هرچی 6.8 یه دونه لوکامون قبلیت دارم که 6 میله. این یه دونه چیه نمیدونم اسمشون مهم نیست ولی 6.8 اینم یه دونه دوباره لوکا دارم که دوباره 6 و 3 طبقه بالای نگاه کن. همین اول کار رگلنده دارم و چی بگم اینو از کجا آوردم. فکر نکنم از بیت سمیاز آیتم گرفتم، اینو از خود ادمین لاکی بلا گرفتم. یعنی دیگه فکر کن انقدر خوش شانسی اینو که حالا بیا از اول شروع کنی. شیزوموزو ما میگرن حالا هرچی این گرانی 5 میل فکر کنم 5 شده دیگه هیچ وقت نمیاد. بانی سور 6 و 7 6 زب من دارم. یه دونه لبکا دوباره ولی 9.3 میله. یه دونه 11 میل دارم که همون رینبوی لبکاه. یه دونه بانی سور دیگه هم دارم که 11 میل نقطه 2. اینم که دیگه لگرنده کومبیناسیونی همه تون میشناسینش. اینم که بهتون توضیح دادم ولی 6 میله. این هم گاوه دیونیه، دو تا افکت میشه به لکولد کوت. آره 6 و 8 نقطه 6.8 میل میده. 13 میل همین اول یه گاو 13 میل دارم. دومیش یه دونه گاو 16 میل. سومیش تونگ سحور بند شده 11.6 18 میل 19 و 5. حالا میگی دیگه این میگی خیلی 19 میل بهتره. فکر نکنم. حالا میگی مگه چی بهتره؟ یه رقیب بهتر نگاه کن. اینو دارم. فشار بخورید. تحریک کنم 82 میل 82 میل فشار بخورید. 82 میل 82 نه کلی بخوام بگم من کلی اینا رو واسه ترید گذاشتم کلی، چون که اگه بهم اسپاگتی تویلتی بخوای بدی کل بیسمو میدم. نه کل بیسم که خیلی داشت نزدیک 100 میل میشه. اینو میدم کلی ردیفمو میدم با چیز اینو میدم. این بانیه با اینو این گرانیه دیگه چیز نمیتونم دیگه. خدای دارش دیگه یه دونه اسپاگتیه دیگه تا خیلی پولش میشه. نگاه 20 30 میشه تا الان 38 39 اینا 39 30 نه 40 50 60 70 80 نه دیگه. بچه ببخشید من تونگو نمیتونم بذارم. تونگو گرانو نمیتونم بذارم. شهرمند هستم داشتی که خدای 70 بیل سود Traktoro dinosauro. کل بیسمو بهت میدم. اصلا کن 80 صد نه کل بیسمو نمیصرفه. ببینم چی نمیدم. آقا لگرنده رو نمیدم، اینو بهت نمیدم، بانیو نمیدم. این بانی چیزه 11 میله. گرانی رو نمیدم چون که خیلی کمیابه. طبقه پایینی هم که خاصی واسه شماست، پولی نیستش واسه من، ولی گفته باشم دیگه اینم نمیدم اینم نمیدم. این واسه ریبرت همه آقا واسه ریبرت قشنگ واسه چیز درست دیگه اگه نمیدین که بیرون واسه درست نه. خب حالشم گفتم ببین من اینو واسه ریبرت نیاز دارم چون که اینم بند شده نمیدم. امیدوارم از همش لذت ببرین.
یی پس منتظر کامنت های قشنگتون هستم تا ویدیو بعدی. بچه نخوندن یکم نمیدونم یه جوری بودم، مثلا یه جوری هم که باید هر ماه ویدیو بذارم، نمیدونم چرا. کلی من سعی میکنم از این دفعه به بعد مثلا هر 2-3 روز یه بار ویدیو بذارم، نمیدونم سعی میکنم 3 روز 4 روز نمیدونم، چون که واقعا هم سخته. واقعا فکر کنم بری مدرسه 6 4 ساعت بری مدرسه، بری بیا درس بخونی اینا، حالا بلا نه دیگه. داشتم میگفتم کامنت های قشنگتون هستم. حاضرت خودم ایرانی فریزه کلی جمله. مواظب به خودتون باشین و تا ویدیو بعدی خدافظ و ترید بعدی.